الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالى. خب من مات وعليه الصوم. خب این باب در بیان حکمی اشخاصی که فوت کردن، یعنی وفات کردن و بر همونا روزه باقی مونده در گردنشون، یکی قضایشون موند. خب در یادتون باشد در باب قبلی، اینو که در درس قبلی من بیان کرده بودم، گفتم که انشالله من این بحث میاد که اگر مبادا خب یعنی مبادا اگر روزه مثلا گرفتن نتوانست، بعد گفتیم که واجب است همون مریض و مسافری که با مقدار صحتیش، مریض و مسافر با مقدار قامتیش اگر روزه گرفتن نتوانست، بعد که چیکار واجب است، گفتیم که وصیت کند، بعد وارثاش میتیند. همین مسئله که اینجا بیان می شود. میگه شیخ خدوری و من مات و علیه قضاء رمضان، کسی مرد فوت کرد بر گردنش قضای رمضان باقی است، فاوصى به، اگر وصیت کند، اگر وصیت کرده باشد همون میت و به همون قضاگیهاش، اطعم عنه ولیه، خب یعنی اطعام میتید، مثلا طعام میتید، مثلا فدیهش میتید از جانب همون میت، ولی همون میت اینه که همون وارثش. وجوباً، واجب است، یعنی اگر وصیت کرده باشد، یعنی وجوباً وصیتش البته که واجب است که وصیت کند، و اگر وصیت کرده باشد واجب است که وارثاش همین وصیت او را چکار کنند، انجام میدهند. این خرجت من ثلث ماله، اگر همون وصیت از، یعنی از 3/1 حصه مالش میگیرن وصیتش میدهند. و الا اگر نباشد فبقدر الثلث، پس 3/1 از همون 3/1 مالش میدهند. طيب، مقصد مالش تقسیم میکنن، از 3 حصه مالش بعد همون حساب میکنن، همون چند قدر چند روز قضایی داشت، یا که چند ماه قضایی، یا که چند سال رمضان نگرفته بود، همش حساب میکنن، بعد فدیهش میتونن. خب چگونه؟ لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعير، یعنی هر روز یک مسکین را نصف صاع اتون باشه در کتاب زکات، یعنی تقریبا 2 کیلو گندم، یا که او صاع، یا که یک صاع پره تخمینا 4 کیلو، یا من تمر یا خرما، یا که یک صاع پره مثلا 4 کیلو از جو، یعنی یا 2 کیلو گندم یا 4 کیلو جو یا 4 کیلو خرما چکار میکند هر روزش میتیند. اگر با گندم حساب کنیم 30 روز اگر روزه نگفته باشد 60 کیلو گندم میتید، یا پولی همون 60 کیلو گندم میتید، همون فقیره تمام و جونش خلاص به همین یک ماهش. اگر خب برای چی؟ لانه عجز عن الاداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفاني. چون که میگه همین خب کسی که خب وفات کرد، یعنی روزش قضایش آورد رمضانش، میگه چون که اون عاجز مون ادا کردن همون رمضان، قضای رمضان در آخر عمرش، پس مثل حکمش میگه مثل حکم همون شیخ فانی میشود، بعد میگه که فدیه میتید وارثاش. ثم لابد من الایصاء عندنا، چون که میگه بعد از اون میگه در نزد ما، در مذهب امام، مذهب یعنی حنفی ها، مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، حتما میگه وصیت چی است؟ واجب است. حتما همون این بیمار باید ما وصیت داشته باشیم حتی در حیاتمون. اگر قضایی داشته باشیم از نماز یا که قضایی از رمضان، باید وصیت کنیم آخر که من فلان سال قضا نکرد، قضایشو به جا نآوردم، توی که بعد سری ما چکار کنن همون فدیهش حداقل بتیان. حتی این من مات ولم یوصی بالاطعام عنه، حتی میگه اگر مرد، کسی مرد و فوت کرد ولم یوصی بالاطعام، نه که وصیت نکرد برای با طعام دادن همون، یعنی مقصد با فدیه دادن، وصیت نکرد از همون قضایی‌هاش، لا یلزم علی ورثته ذلك، در این حالت میگه بر وارثاش لازم نیست، یعنی واجب نیست. خب ولو تبرعوا عنه من غیر وصیت جاز، اما اگر تبرع کردن، احسان کردن و خیر و خدایی بگیم کردن، احسان کردن از جانب همون خب میت، خب بدون وصیت، این وصیت نکرد میت، خب اینو احسان کردن، مثلا دادن همون قضایی‌هاش، یعنی فدیه‌اش جایز است. میگه و علی هذا الزکات، و با این مسئله زکات، مثلا یک نفر چندین سال است بی‌خبر است از مال زکات، و یک جا تعلیم گرفت دونست که این زکات مال خداست، مثلا
باید روده شود. او گفت که 10 ساله مورد زکات من میتیم. همین نیت کرد که وفات کرد مرد. وصیت کرده باشد برگردن همون وارثاش واجب است که همون زکاتش بتیان. اگر وصیت نکرد خب اگر از جانب همون میت وارثاش مثلا زکات چه دادن اگر ان شاء الله که قبول است جایز است و این یک احسان است از جانب اونها. طيب مسئله دیگر و من دخل فی صوم التطوع کسی که مگر داخل شد در روزه نفلی. طيب کسی که داخل شد در روزه نفلی او فی صلاه التطوع یا که در نماز نفلی ثم افسده قضاهما وجوبا. مثلا یک نفر شروع کرد 2 رکعت نماز نفل، هم یک رکعت خوند خوب نفوریدش خیلی سلام داد برفت، یا که روزه گرفت تو بین روزه نفلی گرسنه بود که اجا درآمد طعامی به مزه اجا مثلا مهمونی دعوت کردن رفت خورد میگه فاسدش کی کرد قضاهما قضا مراد همون روزشه یا که همون نماز نفلش اگر خونده باشد وجوبا حتمی واجب است. برای چی؟ چون خداوند در قرآن چی میگه لا تبطلوا اعمالکم، یعنی شما اعمالتون را باطل نکنید. یعنی وقتی شما عمل کردید شروع کردید برای روزه نفلی یا برای نماز نفلی الکی باید که تأخیر برسونید، باطلش نکنید. یک دلیل قرآن امین است. خب یه دلیل دیگر میارد لأن المؤدى قربتون، چون که میگه مؤدا این چیزی که همون روزه نفلی باشه که نماز نفلی میگه قربت است، این یک یعنی به سوی خدا نزدیک شدن است. این نفل خودش همین است، یعنی یک این در گردن نه فرض است نه واجب نه سنت، فقط مثلا یک قربت به سوی یعنی نزدیک به سوی خداوند، یعنی توفیق زیاد شود و ثواب بیشتر بگیرم، به همین علت ما روزه نفلی میگیریم یا که نماز نفلی میخونیم. برای میگن لأن المؤدى قربتون، همین روزه نفلی یا که نماز نفلی قربت است و عمل این عمل است فتجب صيانته بالمضي عن الابطال، پس میگه واجب است حفظ کردن همین قربت از باطل شدن. یعنی باید که ما همین عمل که شروع کردیم همین قربت که شروع کردیم باید محافظتش کنیم. و اذا وجب المضي وجب القضاء، وقتی که میگه همون چیزی که مضی گفته همون چیزی که شروع کردی تو الکی نیت کردی در تو شروع کردی در عمل، وقتی که دیگه بر تو گردن تو واجب شد که تو آخر دا انجامش بدی، به همین سبب اگر مبادا قضاش کردی واجب میشد قضاش به جای بیاری. وجب القضاء بترکه، یعنی اذا وجب المضي مقصد تو شروع کردی روزه را نفلی را مثلا یا که نماز نفلی را شروع کردی واجب است که تأخیر چکارش کنی دوامش بدی. مبادا اگر ترکش کردی وجب القضاء بترکه، به سبب ترک کردن بعد واجب است که همین نفلی تا چکار کنی قضا بیاری. ثم این عندنا میگه بعد از اون میگه نازیما لا یباح الافطار فيه بغیر عذر في احدى الروايات، در یکی از 2 روایت میگه این است که روایت است که یعنی روزه را مباح خوب نیست روزه را خوردن بدون عذر، لما بیان نشده که میگه بیان کرده با و یباح بعذر، یعنی بدون عذر روزه تا مثلا روزه نفله خوردن خب مباح نیست، یعنی خوب نیست، کاری خوب نیست، این خوردی ضرر ندارد. نکی و یباح بعذر، نکی مباح است با عذر. نگاه کنید که انصاف نگاه کنید در مثلا مذهب امام حنیفه رحمه الله که اگر میگه عذر نداشته باشی چرا مثلا تو عملت باطل میکنی، یگم عذر نداری، تو نیت کردی، چرا نیتی که نیکی که تو کردی به خاطر خدا روزه را گرفتی نفلی را یا که نماز نفلی را چرا باطلش میکنی، تو آخر انجامش بده ان شاء الله تو که ثواب مکمل به دست بیاری. فهم؟ یعنی روزه را که گرفتی تا آخر برسون، یعنی برای تو مباح نیست، یعنی اما اگر عذر باشد خوب برای تو مباح است، یعنی بهتر است که یعنی که خوبتر است که روزه تا بخری. و ضیافت عذر، مثلا ضیافت عذر است، مهمانی مثلا جو مهمانی دعوت میکنن ضیافت است است این عذر است، میتونی که مباح است که روزه تا بخری، یعنی که این ضرر ندارد. لقول علیه الصلاه و السلام چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند افطر وقت یوما مکانه، در حدیث مبارک است که میگه طعام مثلا صحابه مثلا حدیث طولانی است
اومد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید که مثلا ابو سعید طعام درست کرد، بعدن ما چیکار کنیم؟ گفتم خیلی یک صحابت پرسیدن، پیغمبر خدا گفتن افطر، این روزه تا بخیر، وقتی یوم مکانه، بعد قضا بیرون یک روز از همین روزه نفلی بود، یعنی هدایه. و فی روایت، این در روایت دیگه ان ابی یوسف، از ابی یوسف اومده است که یجوز بالعذر، یعنی اونجا گفت در بلاکو در روایت است که اگر روزه نفلی را، این یا روایت است که مباح است، یعنی بدون عذر مباح نیست، اگر عذر باشد مباح است. نه که در یک روایت از ابو یوسف است که این امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه بدون عذر یعنی جایز است که روزه نفلی تا بخری. و هی روایت المنتقى، و میگوید که همین روایت منتقى است. قال الکمال، یعنی کمال ابن همام حضرت میگه که و اعتقادی، میگه اعتقادی من که ان روایت المنتقى اوجه، همین روایت منتقى میگه یعنی واضح تر است. یعنی مقصد روایتی که ابو یوسف گردن گفتن جایز است روزه نفلی را بدون عذر خوردنش، همین قوله که کمال ابن همام واضح تر، اوجه تر اعتبار کردن که همین قول بهتر است. خب این باب کوتاه بود، در بیان گفتیم کسی که فوت کرد و بر اون روزه قضایی مونده بود چیکار میکند؟ یعنی وارثاش از سیاق مالش گفتیم که همون وصیت کرده باشد اگر واجب است که فدیه شود. خب این باب به آخر رسید، ان شاء الله در همین توقف میکنیم. و آخر دعوانا و الحمد لله رب العالمین.